Iranu sunitski muslimane čine manjinu, procjenjuje se oko 8 do 10% stanovništva. U glavnom gradu Tehran njihov broj je relativno mali u poređenju sa šiitskom većinom. Zbog toga suniti u Tehranu uglavnom nemaju velike istaknute džamije, već se često okupljaju u manjim prostorijama za molitvu. Međutim, situacija je drugačija u drugim dijelovima Irana. U regijama gdje suniti čine većinu kao što su Kurdistan ili Sistan i Balučistan, postoje veće džamije i vidljive vjerske institucije. U tim područjama suniti mogu slobodno prakticirati svoju vjeru, a lokalni vjerski život funkcioniše u koordinaciji sa državnim strukturama. Dakle, iako su suniti u Tehranu manja i manje vidljiva zajednica, u drugim dijelovima zemlje imaju značajniju i poštovanu ulogu. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله علی آله و صحبه وسلم. خیلی خوشحال هستیم که از بوسنی هرزگوین تنها کشور اروپایی دیگه یا کشور دیگر هم در خدمتشون رسیدیم. خب طبیعی است که این جنگ ظالمانه‌ای بوده از طرف صهیونیستی آمریکایی و اهل سنت هم مثل هر مسلمان دیگری و هر انسان با وجدان بیداری حمایت میکنه از جمهوری اسلامی، شکی درش نیست. ما پیاممان اینه که نه تنها به اهل تسنن، به همه مسلمان ها با هم باشن، مادامی که متحد باشن، با هم باشن، دشمن صهیونیستی نمیتونه کاری بکنه. این یه بخشش به خاطر گناهی است که ما متفرق هستیم، اون چنان که باید این همه امکانات و این همه منابع با هم نیستیم. اگر دنیای اسلام که اهل سنت بیشترش ما هم اهل سنت هستیم، اگر با هم باشن حتما انشالله در جهان اون قدرت قبلی، اون عزت قبلی را حتما خواهند داشت که نتونه دشمن به این راحت بیاد بچه رو 50,000 فلسطینی غزه رو بکشه، به این راحتی نتونه بیاد ایران رو حمله کنه. این یه بخشش پیام منم نیست، پیام قرآن. ما حالا به زبان خودمون میگیم که با هم باشه، با هم باشه. این سفارش رسول الله صلی الله علیه و سلم.